سلام برای بچه یوتیوب، حالتون چطوره؟ خوش میاد به چنل توبرو ای وای که از این بعد چنل توبرو ای وای نیست. زینب سلام علیکش کنه. یو بچه‌ها حالتون چطوره؟ من روی ویدیو غمناک بگیریم. حالا بچه‌ها می‌خوایم یه اینا شورت میذاریم سری، خب یه ویدیو شورت میذاریم تو چنلمون. بچه‌ها چون به دلیل اینکه حمایت نمی‌کنید از ما، چنل ما حمایت نمیشه. چنل ما یک ماه دیگه پاک میشه و دیگه اصلا ما را تو یوتیوب نمیبینید و چالشایی هم که میگرفتیم هیچکی تو یوتیوب نگرفته دیگه نمیبینید. جدی میفرمایید؟ جدی میفرمایید؟ دورو هم چیه؟ نه خدا که جدی میفرمایید؟ مگه میشه ما جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ نگیریم تا بکران زدیم یه واسطه ولک یا ولک. بچه اومدیم ویدیو بگیریم چالش بسیار جذاب، بسیار خفن، هیچکی تو یوتیوب نگرفته، حتی فرشاد سایلنت، حتی پوریا پوتک، حتی جینو سلطان جینو رو میشناسین؟ رابطه ها قراره من بخوره تو این ویدیو در یک چیزایی آشنا، بک‌گراند خفن، یک چیزایی افشا بشود که کسی من یه دونه میخوام تو گوش اون یکی اون میخوام رابطه به هم میریزه. بچه‌ها زیاد زر نزنید. بک‌گراند گفتم دیگه، به عشق سابسکرایبرهای چنل، ویورهای چنل، به عشق تمام کسایی که تو این مدت ما رو حمایت کردن. بریم سراغ ویدیو. عاشقات زنگوله رو بزنین، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ چالش جذاب. خب ایکس گوردر رو میزنیم. چالش دروغ سنجه. خب اول سنگ کاغذ چی کنی؟ هر کی برد میگه اون اوکی. سنگ کاغذ قیچی. خب اول بگو. این من اول سو پرسم. آره. خب باش. تا حالا مشروبات الکلی خوردی؟ نه. بزن داره آنالیز میشه. دروغ گفتی. نخوردم. آره مگه میشه نخوردی؟ نخوردم. تو کل فامیل دارن این فیلمو میبینن نخوردی، بعد وقت بیچاره. تو کامنت ها امین دروغگو، سلطان دروغ. برید کامنت ها رو پر کنید. بپرس. اینو میگم که بهت تا حالا تو مشروبات خوردی یا نه؟ خیر به هیچ عنوان. یه خرم بخورم. سلام آقای عزیز، حالت چطوری؟ داره آنالیز میشه. بسم الله. سلطان راستگویی، سلطان شرافت، سلطان دروغ نگفتن تو کامنت ها. بله جدی میفرمایید؟ بس چی بچه ها کامنت ها رو پار کنید. امین دروغگو، یاسین راستگو. من دروغ دارم، من راستم میگم. اون تویی که پرده سبز همش جلوته بدبخت. جدی میفرمایید؟ بله حاجی چیز کن. حالا من پرسم ازت، تا حالا رابطه داشتی؟ نه. آره دیگه. آره. الان که اینجا لو بره در حال آنالیز شد. آنالیز خب بزن اونجا دیگه. آنالیز چرا نه؟ حواسم نبود. سلطان دروغ از سر و بارش داره میباره. اصلا انقدر دروغ گفته. اشتباهه. آره. کل یوتیوبرها دارن باید میگیرن. نه تو گوشی اونا دارن دستگاهشو خریدن، نه تو گوشی. نه من 5 میلیون پول ندادم. جدی فرمایید. آقا میبینین تا حالا دو تا سوال دروغ نمیگم دارم آره کل فامیل این دروغ اشتباهه، دارم بهتون میگم. داشته هم عرق خورده هم مشروب الکلی خورده هم رابطه داشته. بزن بپرس. این که بپرس. 2 hours later. تا حالا به کسی عادی؟ خیر میگه خرم در حال آنالیز. چرا میگه آنالیز؟ در حال چکیسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلطان راستگویی، سلطان شرافت، سلطان راستگویی داره از بدن من میباره. بچه از من تو کامنت ها من بگی من لقبم شد یاسین راستگو. خب به انا جدی میفرمایید؟ بله پس چی؟ خب بچه بریم سراغ سوال امین. خب تا الان 2 تا سوال پرسیدم. من 2 تا دروغ گفتم، من 2 تا راست گفتم. 3 تا پرسیدی.
بله درست میفرمایید شما. چقدر هم که راست میگی. خب 2 تا پرسیدیم داداش. 3 تا. خب تا حالا یه بچه کوچیک گرفتی بزنیش این سر؟ پرسیدم تا حالا. نپرسی آره رسمی. آره در حال آنالیز. بسم الله الرحمن الرحیم. Congrats, you tell the truth. بیا اینا دیگه چرا اینم به اینا دیگه راست گفت دیگه. خودم گفتی زدم اینم گفت آره. اونایی که گفته زدم و گفت چه شانسی چه پر درد به. بابا این شانسیه دارم بهت میگم. بچا تو کامنت ها بچا شما خودت تو کامنت بگید این شانسه شانسه نیست. سلطان راستگویی. در هر حال یکی از چالشایی که هیچ کی تو یوتیوب نگرفته. فقط تو چنل ما هیچ کی نگرفته. ببینید خب بپرس این که خب بپرس این میخنده باشه بگرانده ببین بپرسی بپرس باشه ده خب بپرس 2 hours later. نگاه کن حالا خب اری نه در حال آنالیز شده. ببین من جلو خودتون میذارم نگین. بسم الله الرحمن No, you lied. سلطان دروغ. قیافه یارو سلطان دروغ. خلاص دیدی شانسیه 3 تا راست. دیدی شانسیه. شانسی ها. آره دیدی شانسیه. شانسیه. من گفتم نه اینم گفت دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی نه چی نکنم میگه. خب دروغم چیه؟ گویی یعنی دروغ داری میگی. خب آره یه دروغ. من گفتم چیز کردم اینجا گفتم آره. خب من که میدونم. دروغ میگی. چیا میدونی؟ الله اکبر. گفت داری دروغ میگی خنگول. بدبخت بیچاره. بگذاریم. گفت داری حساس نشو. دیدی با شانسیه بچه‌ها دیدی گفتم. تو بازی. من تا لازم پشت دستم دیگه. تا حالا زدی؟ نه. حالا دروغ میزنم. بچه تو کامنت سلطان راستگویی سلطان شرافت رو بزنید. الان که دروغ گفتی. بابا 4 تا پرسی 1 تا دروغ گفتم 3 تا راست گفتم. You tell the truth. دیدی سلطان راستگویی اینجا نشسته. سلطان راستگویی سلطان شرافت. قبل 2 تا راست گفت. بله بپرس سوالت ببینم. بپرس سوالت. برای میشه خب بپرس. این که دیدی فرمایی؟ والا بپرس. بچه ما عاشقتونیم. راستی عیدتون هر روزتان نوروز پیروزتان. آره همون که هست. همون که هست. عیدتان مبارک. انجمن امسال عید مخصدی یا نه؟ امسال عید آره آنلاین. آره تو که اینو دیگه میدونی. ببینیم راست میگه دروغ. No, you lied. دروغ میگم. دیدین شانسیه. خب نه چی مثلا سلطان راستگویی بازم اینجا منم چون 3 تا اول درست کردم. اینجا 2 تاشو داره اشتباه میگه دیگه. سلطان راستگویی تو کامنت ها بنویسید برای ما بچا. من دارم این شانسیه نفری 5 تا پرسیدیم و چالش بسیار خفن بسیار جذاب بسیار شانسی بسیار. بگذاریم بچا. کنیم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونیم تا یه چالش بسیار خفن جذاب جنجالی با مهمانان خفن با بماند. بریم سراغ خدافظی و اینکه بگیم بچا عاشقتونیم. بچا من تو همه ویدیوها میگم خب مهمترین موضوعی که الان تو یوتیوب اضافه شده اینه بچا خواستین چنل ما رو ساب بکنید قبلش یه دونه ویدیو رو لایک کنید. آقا چیزی نمیشه. یه دونه دکمه میخوای اینجا بزنی. اینجا دکمه اینجا بزن. اینجا دقیقاً این گوشه است. خب بغلش هم دکمه از کامنت بذار یه چی بنویس اصلا اصلا یه نقطه بذار. خب اینم بنویس. بعد اینا که گذاشتی آقا خواهشن بیا بالا. میخوای از چنل بری بالا اینا اینطوری بکش بالا. اینطوری یه دکمه ساوا بزن دیگه. اونم که خودتون میدونید دیگه. اینم بزنید. یه دکمه اتفاق نمیفته. خواهش می‌کنم حمایت کنید. عاشقتونیم. با این چالش‌های خفنی که ما داریم میگیریم هیچ کی تو دنیا نگرفته اصلا. اون چالش تبدیل کردن کلماتو اگر تو یوتیوب کسی گرفته بود
یوتیوبر معروف ها، مثلا نه خیلی هم معروف ولی یوتیوبر باشه که مطرح باشه، گرفته بود هر چی خواستیم بگین. بچه‌ها عاشقتونیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بزنین تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار. بای خدافظ.